مرغ شکمپر از اون غذاهای مجلسیه که یه گزینه فوق‌العاده برای مهمونی است. مرغ رو با نمک و زعفرون مزه‌دار میکنیم. پیاز، فلفل دلمه‌ای، سیر و هویج خرد شده رو هم به مرغ اضافه میکنیم. داخل شکم مرغ هم میذاریم یه 2-3 ساعت استراحت کنه. بریم سراغ مواد شکمپر. مغز گردوی سابیده شده، خالوواش و چوچاق خشک، سیر رنده شده، یه قاشق پیاز داغ، نمک و فلفل، چند تا دونه آلو. از ترکیب رب انار و آلوچه استفاده کردم. شما میتونید یه دونه از این رب‌ها رو هم به مواد اضافه کنید. خب مواد رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. سبزیجاتی که داخل شکم مرغ ریخته بودیم رو خارج میکنیم و از مواد گردویی داخل شکم مرغ پر میکنیم. شکم مرغ رو میدوزیم، پاهاش هم میبندیم، بعد دو طرفش رو داخل روغن سرخ میکنیم. داخل همون روغن سبزیجاتی رو که اطراف مرغ گذاشته بودیم رو تفت میدیم. کمی که نرم شد بهش رب گوجه فرنگی، نمک و فلفل و آب اضافه میکنیم. مرغ رو داخل این سس قرار میدیم. در میانه های پخت یک بار دیگه بهش کمی زعفرون میزنیم و میذاریم کامل بپزه. و یه مرغ شکمپر مجلسی دارید. نوش جان.